مجتمع آموزشی و ادوریهم پانتون کابل، مکانی که توسط شرکت چینایی MCC19 با استانداردهای جهانی ساخته شده است. ساخت این مجتمع آموزشی مدت 5 سال در بر گرفت و برای ساخت آن $60 میلیون هزینه شده است. محصلین پانتون کابل در مورد اهمیت این مجتمع آموزشی چنین میگویند: تعداد ادیتوریهم برای محصلان عالی بوده. محصلان اینجا میان تدریس میشوند، صنف‌های علوم تدریس اینجا می باشد. همچنین برای علاوه تدریس از کنفرانس های علمی همچنین اینجا استفاده شده، از نمایشگاه های کتاب و غیره میتواند. ساختن این چنین مکان‌ها بر محصلان یک تاثیر مثبت و اهمیت بالای برخوردار است و همچنین به محصل یک انگیزه مثبت میده. وقتی که این چنین مکان‌ها را میبینه، تشویق به درس، تشویق به درس‌های خود میشود و خلاص. این مجتمع آموزشی یک تعمیر تدریسی 40 اتاق، 2 تالار متوسط و 1 تالار بزرگ دارد. این تالار بزرگ ظرفیت 1500 نفر را دارد و از آن برای کنفرانس های بزرگ استفاده می شود. مسئول تکنیکی این مجتمع آموزشی در مورد امکانات این تالار می گوید: در این تالار کلان که است با سیستم بین المللی جور شده که بسیار سیستم پیشرفته است، که حتی در یک سیستم دارم که گپ های انگلیسی را به فارسی تبدیل میکنه یا فارسی را به انگلیسی تبدیل میکنه و دیگه تالار دیگه آرایشگاه هم داره، یک اتاق کنفرانس روم داره، VIP است، دیگر سیستم های ایرکاندیشن به سطح بین الملل. چین کشوری است که از گذشته ها با پانتون کابل همکاری دارد و چندین ساختمان برای این پانتون اعمار نموده است. آخرین نمونه آن ادوریهم پانتون کابل است که با استانداردهای جدید ساخته شده است و مانند آن در کشور وجود ندارد. اجمل رحمانی، کابل، افغانستان.